سلام به همگی، روز و شبتون بخیر. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. هدف از ساختن این ویدیو دادن اطلاعات به صورت کلی در مورد تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه، آزمون‌هایی که برای ورود به این دانشگاه نیاز دارید و یه دید کلی در مورد اینکه چطور از کجا باید شروع کنید و چه اطلاعاتی رو نیاز دارید بهتون تصمیم دارم که توضیح بدم. خیلی خوب. برای ورود به دانشگاه ترکیه شما نیاز دارید به میتونید از طریق 2 تا آزمون وارد بشید. یکی آزمون یوس هست، یکی هم آزمون SAT. همونطور که اینجا میبینید آزمون یوز شامل ریاضیات، هندسه و هوش هست. خب همونطور که میدونید شما رشتهتون هر چیزی که باشه برای ورود به برای پذیرش حتی رشته پزشکی نیاز دارید که آزمون یوز بدید و آزمون یوز شامل ریاضیات و هندسه و هوشه. یعنی این برای کسایی که رشتهشون انسانی یا رشتهشون تجربی هست شاید خیلی سخت باشه، چون که بچه‌های ریاضیات، هندسه اینا رو به هر حال توی دبیرستان یاد گرفتن، حالا کم بیش ضعیف قوی به هر حال پیش زمینه‌ای دارن، ولی بچه‌های تجربی و انسانی خب این خیلی براشون شاید نکته مثبتی نباشه، چون خیلی ها مثلا رشته ریاضی اصلا علاقه‌ای به ریاضیات ندارن و خب این یک چالش میتونه باشه برای اونایی که میخوان این آزمونو بدن. و اما در عین حال اگر که با ریاضیات اوکی باشید و بتونید تمام مفاهیم رو تقریبا تا حد متوسط یاد بگیرید و از نظر چه میگن هوشی هم حالا از نظر خب یادگیری سیستم یادگیری اینا اوکی باشید، واقعا میشه گفت این آزمون خیلی نسبتاً راحتی هست برای ورود به دانشگاه یا پذیرش پزشکی. شاید بشه گفت راحت تر ورود پیدا میکنید. خب برای آمادگی شرکت در آزمون یوز یه سری منابعی وجود داره. منابع یکی کتابه های متروپول هست و دیگری هم کتاب های پوزا که کتاب های متروپول یکم متوسط تر هستن سطحشون، کتاب های پوزا یک کمی سخت تره در واقع. یعنی من خودم ترجیح هم برای این آزمون کتاب های پوزا هست، ولی باز میتونید توی اینترنت فایل های پی دی افش هست خریداری بکنید، قیمتی خاصی هم نداره. اگر خواستید که حتما کتابتون فیزیکی باشه، حالا میخواید بنویسید، نوت بردارید، حل کنید یا هر چیزی، اونا رو میتونید باز اینترنتی تهیه کنید. خیلی از منابع، خیلی از مؤسسات هستن که میفروشند و کتاب کاملا خودآموزه. یعنی شما با اینکه زبان کتاب ترکی هست ولی نیاز خاصی به یعنی ترجمه یا معلمی خاصی نداری. شما در واقع اگر نیاز به معلم داشته باشید برای یادگیری مفاهیم پایه هندسه و ریاضیات و اینها هستش که حالا چیزی که تو دبیرستان بوده. خیلی خوب. این کتاب ها 2 جلد کتاب ریاضیات هست، 1 جلد کتاب هندسه و 1 جلد کتاب هوش، که در واقع اکثریت بچه ها میگن که سوالات هوش خیلی راحته. یعنی یه سری سبک‌های مختلف سوالات هوش هست، شما تو این کتاب میری کار میکنی، مرتب تمرین میکنی، تمام سبکاشو تقریبا دستت میاد که داستانش چیه و خب آمادگی ذهنی داشته باشی اوکیه، اون از پس سوالات هوش خیلی راحت برمیای. هندسه هم خب حالا برمیگرده به اینکه سطح یعنی درک هندسیتون اینها چطور باشه. یه دونه کتاب هست، در واقع این کتاب‌ها هر کدومشون حجیمن، یعنی 500 صفحه 600 صفحه تقریبا حجیمن، یا شاید خیلی ترسناک به نظر بیان، ولی چون ریاضیاتن میگم خیلی هاشون بخش اعظمشون خیلی ریاضیات ساده ایه، یعنی اوایل کتاب تا اواسطش سری میره، یا اگر مباحثی هستش که توش ضعیف تر هستید، مثلا به نظر من خب شاید قسمت مشتق و انتگرال و اینا یکم ترسناکتر به نظر بیاد، اون مباحث شاید یکم کنتر بری جلو. مباحث دیگه خیلی سریعه و خیلی راحت سری میره جلو. خب این کتابا رو که کار کردید، ریاضیات و حالا نمونه سوالات هندسه و اینها که تموم شد، در کنار این کتاب یه سری مجموعه های آزمون های آزمایشی یا بانک سوالات هستش که میتونید اونا رو هم تهیه کنید. باز اینا هم توی اینترنت هستش، میتونید
بخرید، هم میتونید کتابش رو به صورت فیزیکی بخرید. حالا زمان بندی داره، مثلا مینویسه 100 تا ساله، شما باید تو 80 دقیقه کار کنید، همون چیزی که در واقع تو کنکور خودمون تمرین میکنیم. در کنار مهارت باید سرعت عمل هم داشته باشید. حالا شرایط امتحان رو برای خودتون فراهم بکنید که حالا استرس هر چیزی هست، به هر حال سرعت عمل خیلی نقش مهمی داره. و خب این از این برای آزمون یوس. و آزمون SAT، آزمون SAT تا یادم نرفته، فرقی که بیشتر آزمون یوس و SAT داره اینه که خب توی ریاضیات آزمون SAT دیگه هندسه نیست و ریاضیات آزمون SAT انتگرال و مفاهیم سخت مشتق و نمیدونم حد و اینجور چیزا نیست، خیلی آسون تر هستش ریاضیات. و خب از طرف دیگه باید شما زبان انگلیسی خوبی داشته باشید، یعنی سطح زبان انگلیسی تو باید خوب باشه. خیلی خب، این از این. آزمون یوس هم که خب به صورت درصدیه، یعنی حالا بسته به این که 100 تا سال، 80 تا سال، هر چیزی حالا متفاوته هر سال بر اساس آزمون اون سال. خب شما از 100%، یعنی از نمره 100 یه عددی رو، یه درصدی رو میگیرید که خب حالا بسته به اینکه رشته مورد نظرتون چی باشه، این باید خب عدد بالاتری باشه. در مورد آزمون SAT من یکم اینا رو اول جداگونه جمع‌بندی بکنم. پس آزمون یوس شد ریاضیات و هندسه و هوش، کتابای پوزا متروپول هست، شما اینا رو تهیه میکنید، کار میکنید، بانک سوالات آزمایشی، رشته زمان بندی، اینا رو کار میکنید. و از این آزمون SAT چجوریه؟ آزمون SAT خب کتابش انتشارات بارونز هست که البته این بارونز یه سری انتشارات سالهای مختلفی هست، مثلا به صورتهای مختلفی من دیدم. خب کتابی که من داشتم یه کتابه، همین که میبینید نیو SAT، که یک کتاب تقریبا خیلی قطوریه که بخشای اولش اومده ریاضیاتش رو توضیح داده، مفاهیم اول توضیح داده، مثال زده، نمونه، یه سری سوال گذاشته، همینجوری فصل تمام فصل ها به صورت خیلی ساده و روان توضیح داده شده، درس داده شده و یه سری نمونه سوالات داره. در انتهای کتاب هم یه 5-6 تا آزمون داره که اونم خب حالا البته اون به صورت کلیه، یعنی هم شامل زبان انگلیسی و هم دقیقاً چیزی که شما توی امتحان اصلی میبینید رو به صورت نمونه امتحانات حالا گذاشته که با زمان بندی میرید جلو. قسمت زبان انگلیسیش هم که خودش 3 تا بخش داره که برای آزمونای ترکیه بخش سوم که یه تاپیکی بهتون میدن، بعد یه انشایی بنویسید رو نیاز ندارید، رایتینگو، به خاطر اینکه اهمیت خاصی نداره. سالی که من آزمون دادم کلا شاید 2 نمره داشت، در کل حذفه اون قسمت. شما چیزی که باید روش تمرکز داشته باشید اون قسمتیه که یه قسمت گرامره، یه قسمت یه بخشم ریدینگه، یعنی یه سری متن رو میخونید، یه سری سوالات هست که خیلی شباهت داره، یعنی اونایی که کلاس آیلتس رفته باشن یا سطح زبان اوکی داشته باشن تقریبا از پسش برمیان دیگه. یه قسمت ریدینگ داره که باز تاکتیکایی که باید توش استفاده کنید و توضیح داده که نمیدونم باید اسکنینگ کنید سوالا رو، اون کلمه ها رو تو پاراگراف ها پیدا کنید، دقیقاً همون چیزی که توی قسمت ریدینگ آیلتس انجام میدید و دقیقاً تو ریدینگ این آزمون همونو باید بلد باشید و بهتون یاد میده و تمرین میکنید. و قسمت گرامرش هم که خب حالا جای خالی داره که مثلا این قسمت چی میشه، فعل چی میشه، اون چی میشه، این چی میشه. و این از این، یعنی 2 قسمت زبان انگلیسی، یه قسمت ریاضیات داره. در مجموع این آزمون 1600 امتیازش از 1600 هستش که شما برای پذیرش خوب، یعنی رشته خوب، دانشگاه خوب، باید حدوداً 1400 رو بیارید. 1400 داشته باشید. حالا ازش 1300 اینها هم اوکی باشه، حالا بسته به رشته‌تون یا بسته به اون سالی که حالا مثلا رقابت چجوری ایناست، ولی خب عدد خوب 1400 بین 1200 تا 1400 میشه گفت عدد متوسط رو به خوبه که 800 تاش ریاضیات هست و 800 تاش هم زبان انگلیسی هستش.
خب این هم از این. فرقی که این دوتا آزمون دارن، حالا علاوه بر مفاد آزمون که اونور زبان انگلیسی و ریاضیات داریم توی SAT و اینور ریاضیات و هندسه و هوش داریم، یه چیز دیگه هم هست. شما وقتی امتحان SAT میدید یک بار میدید، یعنی یک تاریخی رو انتخاب میکنید که حالا تاریخ‌های متعددی توش هست. مثلا چیزی که من میدونم یه تونه تاریخ اسفند بود، یکی هم توی اردیبهشت. مثلا اگر دلتون بخواد میتونید دو تا انتخاب کنید که حالا یکیش هم حالا آزمون و خطایی باشه، یعنی یک سری برید این امتحانو بدید، تجربه حالا شرایط آزمون و اینا رو داشته باشید و دومیشو بدید. من مثلا 2 بار اینو ثبت نام کرده بودم خودم. و خب با این آزمون SAT میتونید هر دانشگاهی که تقریبا اکثر دانشگاه های خوب ترکیه نمره آزمون SAT رو هم برای قسمت پذیرش دارن، که مثلا کسی که آزمون SAT داره و SAT 1200 به بالا داره میتونه مثلا توی این انتخاب رشته ما اپلای بکنه. خیلی از دانشگاه، اکثر دانشگاه ها قبول دارن SAT رو. و خب ولی یوس این شکلی نیست. یوس هر دانشگاهی آزمون یوس خودشو داره. مخصوصا الان در حال حاضر تمام دانشگاه ها امتحان یوس دانشگاه خودشون رو دارن. ولی این به این معنا نیست که شما حتما برای اینکه هر دانشگاهی که میخواید انتخاب کنید برید یوس اونو بدید. این بیشتر برمیگرده به اینکه به ترجیح خودتون. مثلا ممکنه دانشگاهی که انتخاب میکنید، مثلا بگیم دانشگاه مثلا شهر ارزرم میخواین برین، دانشگاه ارزرم میخواین شرکت بکنید، آزمون یوسش رو شرکت میکنید. خب ممکنه که مثلا شما از دانشگاه ارزرم اگه تو یوس ارزرم شرکت بکنید اون یوس آسونتر باشه و شما مثلا خیلی راحت‌تر بتونید از دانشگاه ارزرم نمره 100 رو بیارید اگه مد نظرتون هست که رشته پزشکی یا زیر مجموعه رشته‌های پزشکی رو اپلای بکنید. ولیکن اگر که براتون ترجیحتون اینه که روی یک دونه آزمون یا 2 تا آزمون بدین، میتونید از بین اینا معتبرتریناشون رو انتخاب بکنید که معتبرترین هاشون آزمون دانشگاه استانبول و آزمون دانشگاه آنکارا هستش که خب تو تاریخ‌های مختلف مسلماً، هر تاریخی که حالا خودشون اعلام میکنن. برای ثبت نام هم اصولا اکثرا تا هفته اول فروردین دیگه تمام دانشگاه ثبت نامشون رو میبندن. حتی بعضی وقتها خیلی زودتر از این تاریخ هم ثبت نام‌ها بسته میشه. و خب شما با نمره آزمون دانشگاه یوستون و با نمره آزمون دانشگاه استانبولتون و یا آنکاراتون میتونید خیلی از دانشگاهایی که اعلام میکنن که بجز یوس دانشگاه خودمون دانشگاه یوس استانبول یا آنکارا رو هم پذیرش میکنیم، میتونید اپلای کنید که اکثر دانشگاه ها اینطور هستن. مثلا من چندین سال پیش که آزمون دادم با نمره آزمون یوس استانبول دانشگاه ساکاریا اپلای کردم و اون موقع مثلا دانشگاه ساکاریا آزمون یوس مربوط به خودشو نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه یوس در واقع آزمونیه که فقط مخصوص خارجی است، یعنی بچه های دانش آموزانی که خودشون ترک هستن این آزمون رو نمیدن، این فقط مخصوص دانشجوهای خارجی هستش. به خاطر این خیلی از دانشگاه سالهای پیش اکثر دانشگاه نداشتن، اکثرا مثلا 4-5 تا از دانشگاهایی که حالا خیلی پذیرش پزشکیشون بالا بود و به علاوه حالا دانشگاه استانبول، دانشگاه آنکارا، اینا آزمون یوس داشتن و بقیه ها با نمره آزمون این دانشگاه ها می اومدن پذیرش می گرفتن. خب پس این از این، یعنی یوس چند تا هستش ولیکن SAT خب یه دونه است. و اینکه خب حالا دانشگاه هرچی سخت‌تر باشه نمراتون خب درصدتون پایین تر میاد دیگه. به نظر من سخت‌ترین آزمون مربوط دانشگاه آنکاره. کلا سطح علمی دانشگاه آنکارا و دانشگاه هایی که توی آنکارا هستن بالا هستش. و خب نمیدونم اطلاعات دارید مثلا دانشگاه مدیترانه که دانشگاه بین‌المللی هستش و برای رشته‌های ریاضی و مهندسی واقعا سطح بالایی داره به صورت بین‌المللی. خب این دانشگاه فقط با SAT پذیرش داره و با یوس مثلا پذیرش نداره. یا دانشگاه حاجت تپه که اونم باز تو آنکاراست که سطح خیلی بالایی داره تو اکثر رشته‌های تجربی، پزشکی و ریاضی. این دانشگاه هم پذیرش اصلیشو با SAT انجام میده.
خب این از این. پس متوجه شدیم که اگه بخوایم پذیرش بگیریم از دانشگاه ترکیه، نیاز داریم که تو یکی از آزمون‌های یوس یا SAT شرکت کنیم و برای شرکت و موفقیت در این آزمون‌ها باید یه سری منابع هست تهیه کنیم، به صورت خودآموز بخونیم. اگرم نخواستیم، خب خیلی مؤسسات زیادی هستن که میتونید تو کلاس‌های اینا شرکت بکنید که از تابستون شروع میشه کلاساشون و به صورت روزانه مثل کلاس کنکور میرید و خیلی نتیجه خوبی مسلما خواهید گرفت. خیلی خب این از این. خب بجز این آزمون یه فاکتور خیلی مهم دیگه هم هست به اسم زبان ترکی. چون که نمیدونم چقدر میدونید دانشگاه هر چقدر هم که بنویسن که زبان انگلیسی مثلا این رشته 25% به صورت انگلیسی ارائه میشه یا حتی این رشته انگلیسی ارائه میشود، ولی شما برای ورود و برای ثبت نام نیاز دارید که مدرک زبان ترکی یا مدرک تومر داشته باشید. بله. خب برای تومر، خب شما بعد از اینکه آزمونتون رو دادید، نکته مثبتی که میتونیم بگیم دانشگاه‌های ترکیه دارن این هستش که شما اگر آزمون دادید و نمره قبولی رو هم آوردید ولی که مدرک زبان ترکی یا تومر رو نداشتید، هیچ ایرادی نداره. شما میرید پذیرشتون رو میگیرید، میگید زبان ندارم، اونا به شما 1 سال ویزا میدن. ویزای چی؟ هازرلیک. ویزای هازرلیک میرید با ثبت نام تومرتون، مدارک ثبت نام تومرتون میبرید اداره اقامت، اونجا میگید که تومر هستید و میرید و 1 سال ویزای هازرلیک رو میگیرید. بعد از اون کاری که میکنید اینه که حالا یا دانشگاه خودتون یک سری کالج های زبان یا همون مراکز تومر رو بهتون معرفی میکنه که از طرف دانشگاه مورد تایید هستن، چون شما مدرکی که تومری که میگیرید، هر مدرک تومری رو نمیپذیرن، باید حتما مورد تایید اون دانشگاه باشه. میرید از دانشگاه میپرسید که خب شما چه مراکزی مورد تاییدتون هست، یا خیلی از دانشگاه ها خودشون تومر دارن. مثلا دانشگاه من، دانشگاه ساکاریا خودش تومر داشت و همون تو محیط دانشگاه هستش و خب شما میرید هر روز به مدت 1 سال وقت دارید که تو کلاس های تومر شرکت کنید و زبان رو یاد بگیرید و تکمیل بکنید این داستانه. که حالا هر مرکزی کتاب متفاوتی داره. مثلا دانشگاه آنکارا کتاب هیتیت رو درس میدن، دانشگاه تومر وابسته به دانشگاه آنکارا کتاب هیتیت رو درس میده. تومر دانشگاه ساکاریا کتاب گازی، این کتابی که سمت چپ هستش، کتاب گازی رو درس میده. و دانشگاه خیلی از تومرهای وابسته به دانشگاه استانبول هم کتاب استانبول رو درس میدن که تقریبا همشون کتابای خوبی هستن. و خب این مرحله بیشتر بستگی به خودتون داره، یعنی باید خب به اندازه کافی تمرین بکنید و سطحتون رو ببرید بالا و در کنار یادگیری زبان حتما کتابای مربوط به رشته‌تون رو که از کتابای داستان و کتابای سطح پایین شروع میکنید و میره به سمت کتاب‌های دانشگاهیتون. و حتی شما در دورانی که دارید تومر میخونید، چون پذیرش دانشگاه ها دارید، میتونید برید دانشگاه و مثلا بعضی روزا سر کلاس بشینید و حتما این کارو بکنید. به نظر من ببخشید حتما برید دانشگاه و حتما برید سر کلاس های دانشگاه بنشینید و شده گوش بدید، مثلا با مفاهیم آشنا میشید، کتابا رو ببینید چی نیستن، چون که به هر حال واقعا ترم اول خیلی سخت هسته. شما با 1 سال آزمونی که 1 سال دوره که میرید زبان رو یاد میگیرید، واقعا اون 1 سال شاید کافی نباشه. و البته من پیشنهاد خودم بهتون اینه که حتما قبل از اینکه بیاید اینجا و تومر رو شروع کنید، اون تایمی که ایران هستید و دارید درس میخونید برای آزمون آماده میشید، حتما کلاس
زبان ترکی رو برید، حتی شده خیلی ترکی هم نخونید و یاد نگیرید، ولی قوانین و قواعد براتون آشنا باشن. به قوانین و قواعد آشنایی داشته باشید که چی میگن، یه پیش زمینه‌ای داشته باشید که خیلی راحت تر میتونید یاد بگیرید، سریعتر میتونید سطح بالایی داشته باشید. این هم از اینها خلاصه‌ای بود از فرایند پذیرش، اپلای کردن، آمادگی برای ورود به دانشگاه ترکیه. باز هم در ویدیوهای بعدی به صورت دقیق تر با جزئیات بیشتر در مورد حالا زبان، آموزش زبان ترکی و خب مفاهیم مربوط به آزمون ها حتما براتون ویدیو آماده میکنم. خیلی ممنون و متشکر.